ما نمیبینیم، اون ما رو میبینه. ما کلامش را نمیشنویم، او کلام ما را میشنوه. گفت قاصد حسن نامی بوده در نجف از مدرسین و در فشار اقتصادی واقع میشه. می خیلی خوب، من 40 روز یک عریضه می نویسم برای امام زمان، همون عریضه رو تکرار میکنم تا 40 روز و میذارم یا توی آب میاندازم یا اینکه یه بوشه اتاق میذارم، بالاخره یه جایی میذارم اون رو تا روز 40. روز 40 که شد، حالا من یادم نیست که امروز 40 دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد، آقای قاصد حسن. گفتم که در خانه بسته است، در خانه جز من کسی نیست، قطعا این خیاله. چقدر صبر کردم. گفت آقای قاصد حسن پسر قاصد حسین، مثلا اسم پدر منم برد. من دیگه این خیال نیست، اسم پدر منم میدانه. متوجه شدم، به اون طرف کسی را ندیدم، به اون طرف صوت متوجه شدم. الان بنا گذاشتم به این که نخیر خیال نیست، واقعیت داره. لیکن نگاه کردم به اون طرف کسی را نمیبینم. در عین اینکه هیچ که را نمیدیدم، این صوت را شنیدم. شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم؟ شما خیال میکنید ما نمیدانیم شما در چه حالی هستید؟ اینو شنیدم اما هیچ که هم نمیدیدم. اما همین که این صدا رو شنیدم، شما خیال میکنید که ما با خبر از حال شما نیستیم. همین که این رو شنیدم که انو رفت حالتم شد، هیچ که انو احتیاج ندارم به همین شنیدن این کلام.